روز بین بود هوا رو بین فقط غیرت کنه جمع کن بزن دورا رو گوش کنه جهان همین کار جمعش کن به همین پاش بزن یکی از پهلوانان شناختی جمهوری از ناحیه آوازداری غرب رشت بشیر جان برادری ما سالهای طولانی است که در میدان من گشتینای نوروزی گشتین میگیرد بشیر جان خوش آمدی بشیر پهلوان غرمیش انمیه حریف همینه چی باره بعد چی باره بخواه همونی که گفتم های بله غرب دوشنبه نگارنی دو راستای بدو به من نگاه میکنم حلال یه خوش به حالت عبدالله غرمی در دقیقه دویم حریف خشه به تخت پوش زد خوش به حالی مردمی بننگ ناموسی آوازداری رشت عبدالله جان مهمان خوش آمدی نوری دیده انا علمداری مهمان روز برادرها من همی فیروزی بلجوانی یکی از پهلوانان شناخته بلجوان است یک است دو رنگ دارد یک تا غالبیت دارد حریف و دیلوار پهلوان شهری دوشنبه برادرها مردمی بننگ و ناموسی پهلوان از ناحیه آوازداری رودکی خدا هر تان اقبال پیاد برای باید وجود دو رنگ شد در نام سید مختار یکی از شربتچی بننگ ناموسی دهی پشنگ احتم جان دپلی تلنی سولیم 500 سامان دپلی تلنی در نام سید مختار جان حریفی او یکی از پهلوانای شناخته جمهوری شهرت جان ناحیه آوازداری یاوان خوش به حال یاوان و خوش به حال واسه خدا هر تان قوته حلال خوش به حال من صدیق جان پشنگه در نام جانم صدیق ای بدای من همی صدیق مردمی بننگ نامشی دنگره دهی پشنگ صدیق تاکید کنه مرگی خانگی بته اکثر از که قطعی همی کمیشن 5 آدم دو گلی بیاد آمد برای صدیق جانی پشنگی یک تا کنفرانس نمایستم مراجعات خلیل پهلوان دنگره برادرها یکی از پهلوانای شناختی جمهوری از ناحیه عبدالرحمن جامی برادری ما جورا پهلوان زیاده از 20 سال شده است سال خورده در گشتینی های من نوروزی گشتین برادری ما سهراب غیر جیانش جورا عبدالرحمن جامی حریفی او فیضالدین از شهرکی سنتودا دنگره سنتودا یعنی دنگره عبدالرحمن جامی خداوند حق هر دو تانه اقبال پیاد الله اکبر من همیز حق نظر حساری شهر میدان چمپیونی تاجیکستان مرده که عادتی نداره توقع گرفت کل شهر بچه ها پهلوانان تاجیکستان ازبکستان کسی باشد من توقع گرفت بیاید توقع گرفتگی آدم به آشیرد ایناسی خوب میمانم حق نظر حساری توقع گرفت
ابرار یاوان سید مختار واسه های بله جان من برادری میاد قیام پهلوان جانش از ناحیه آوازداری عبدالرحمن جامی قیام جان من شاگرد آورد منتدار دورنگ غالب خوش به حال سید مختار واسگی حریفی خشب به تخته زد سید مختار جان بیایی چی تام بگی برادرها من توقع دویمه که هر دو دورنگ شد دلاور قطعی نوروزی بالجوانی دورنگ ای طرفی من صاحب کارانی بننگ ناموسی من همی دهی پیشم دویم توقع ماندن حق نظری ساری گیری حلیفی او بهروز از شهباز از شهرکی کنگردی تیمور ملیک ایناشان معلم توقع حق نظری ساری گرفت سپر نکیوی شهباز از تیمور ملیک شهرکی کنگر برادری ما زفر قربان جان خدا هر تون او اقبال تیا خوش به حال تون بشیر ایغر فاروق کشانیان خدا هر تون قوت تیا برادرها من همه عزیز پهلوان بخشی ست غالبیت داره با توقع گرفته گشتیشه دیدیم حریفی اون نصرالدین ای ناحیه تیمور ملیک دهی جاروکل خدا هر تون قوت عزیز جان من چهارم آدم شد خوش با عزیز وش نصرالدین تیمور ملیک یکی از پهلوانان شناخته جمهوری از ناحیه آوازداری تیمور ملیک شهرکی کنگرد جمعه خان شهری میدان حریفی او قربان از شهری کلاب خدا هر تون او اقبال تیر میدان از دلیر است تیمور ملیک شهری کلاب یکی برادرها بهترین پهلوان جمهوری از ناحیه آوازداری یاوان بهرنجان حریفی او صابرجان ای حسار حلال عزیز پهلوان خیرین حالیفی خوشه به تخت پوزد عزیز ناحیه آوازداری وخش خوش به حالت عزیز جان بهترین پهلوان جمهوری ای چمپیونی تاجیکستان ای عزیز از ناحیه وخش برادرها یکی از پهلوانای شناختی جمهوری چمپیونی تاجیکستان 2016 چمپیون در این نوروز در اپران کامرانشون کارلیکوف توقع گرفته مرحمت کسی میایی بگیره کامرانشون کارلیکوف ناحیه آوازدار یاوان من توقع گرفته پهلوان توقع لبای وقت بیاد شد برادرها وقتی که پهلوان توقع میگیره وای عادتی نه گفتن نداره کسی بیاید میگیره قبول برادرها مردم من کنکرت ایکرد دواینا هیچی مرشد او در اومد توقع چهارم من کامرانشاه کارلیکوف ناحیه آوازدار یاوان گرفت گشتین همین میدانم پهلوانی تصادفاً نیست
بهترین پهلوان جمهوری است. حریفی او پیر محمد شیر مرد نری ناحیه رشت. پیر محمد یک تا غالیبه داره. مهمان جان در چشما جانم خوش آمدی. نوری دیده تاجی سر. برادرها همی در جنگل جیرم هستای، کفترم هستای، گرگم هستای، روبم هستای، شیرم هستای، پلنگ هستای. من همی شیر و پلنگ آمده سیم. یکی از پهلوانای شناخته جمهوری از ناحیه تیمور ملک سید جمال علی مردانوف شیر میدان چمپیون تاجیکستان حضور دارد. مهمان خوش آمدی. دادرم نوری دیده تاجی سر در میدان های طبق گرفتگی های کسی که علمدار های یا گوشتین میگیره ایناسی خوب میمانیم. من سید جمال علی مردانوف جاروف کل ناحیه آوازداری تیمور ملک چی گپ شد؟ بشیر جان غیرت کن. خوش به حالت بشیر. تپارم رفتا چی بگیه مرا جان. برادران من همی صدیق پهلوان ایده های پشون یک خوش به حالش. نادر جان کجا ده هستی دادر انا میره تکیب که 5 تا غالبیه دارد. صدیق ای پشون تکیب کنه آینده چمپیون تاجیک جهان های همیجه یک خوش. ایره کم کم نکه مرغی خانگی دادن در کار. با میدی تخم مرغی دولتی نشه. خیلی کتایی ایرانی 5 تا غالیبه دارد. صدیق جان شهر دنغره دهی پشون حریفی او اومد 2 تا غالیبه از وقت خدا هر تون اقوالته انمجی بستی. برادرها خوش به حال جناب عالی محترم پیشوای ملت کی برای کلی مردم تاجیکستان برای مردم من پهلوانا همه خیلی امکانیت داشت که ما همه خیلی تینج آرام نفس بکشیم گوشتین میگیریم دعا میکنیم. اول که کاروزی هستیم جناب عالی بالای سر مانده باشد. ای نام این شهر میدان 100 سامان دیگه دپلی تیر در نام صدیق پهلوان. صدیق پهلوان ای همیجه میزمان ای 5 تا غالیبه دارد. خوش به حالت صدیق جان. برادرها نشنیدیم نگوید نفهمیدیم نگوید. من از طرفی دست راستی من توقع گرفتگی پهلوان یکی از پهلوان بهترین جمهوری چمپیون تاجیکستان چمپیون آسیا شخصی که در تمام جا خرد کلان همچو پهلوان همچو انسان حرمت میکنند. دادر ما سید جمال علی مردانوف تیمور ملک جاروکل. آخران دست بین شهباز و حق نظر سید جمال علی مردانوف تیمور ملک یکی از پهلوانان شناخته جمهوری محمد شریف پهلوان دادر ما. محمد شریف که پارین 3 گرگ خودش توقع کشت بود انمیه. برادر ما سمندر پهلوان دادرش سمندر 7 گرگ کشته بودی 3 تا ای ناحیه آوازداری فیض آباد. خوش به حالت محمد شریف جان مهمان خوش آمدین. سید جمال جان شما مهمان خوش آمدید. توقع گرفتگی سید جمال تیمور ملک و طلبی بای آمد محمد شریفی فیض آبادی لواساتون پیشه دوام میدیم. خدا هرتون اقبال تیا. حق نظر رو شهباز دو رنگ هر دوشان سیمانه